روزتون بخیر. نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبرهای روز را مستقیما شما روی موج رادیوی مهاجر میشنوید. امروز 28 دکبر 2020 سال و دوشنبه است. اغلب این ساعت تاجیکستان و جهان است. مستقیما در روی موج رادیوی مهاجر خبرهای این ساعت را از روسیه شروع میکنیم. میرزویف سید اسرار دولتویچ رهبر جمعیت تاجیکان سمارا و عضو شورای جمعیتی سفارت تاجیکستان در روسیه این حال در بازداشتگاه موقت ایتالیت قرار دارد. تغییر آینده رهبر جمعیت پیوند ناروشن باقی میماند، می‌نویسد سامانه تجینفا.ru. در خبر بنا به منبع‌های با اعتماد درج می‌گردد که هنوز 23 دکبر سال جاری دادگاه شهر سمارا شهروندی روسیه سید اسرار میرزویف را که بین مردم با تخلص گاز نامدار شده است بیکار نموده نام برده به بازداشتگاه موقتی شهروندان خارجی در فعالیت روانه شده است. طبق معلومات نو به دست ما رسیده اطلاع بیکار شدن شناسنامه روسی سید اسرار میرزویف نادرست می باشد. در این خصوص الکساندر پاولوف حمایتگر سید اسرار میرزویف خبر داد. Никоим образом, и никто не имеет на это права. Нет, не лишали. Просто вначале избили очень сильно, обещали убить, одели мешок на голову и сказали, что если он не представится иностранцам лицом без гражданства, то он будет убит просто-напросто. Чтобы он согласился на добровольных условиях выехать в Таджикистан. تاکنون معلوم نیست که رهبر جمعیت تاجیکان سمارا با کدام جرم و بر اساس کدام بند قانون بازداشت شده است. منبع تجینفا تنها گفته است که حکم اجباراً اخراج نمودن سید اسرار میرزویف را دادگاه برآورده است و حمایتگر او به این قرار اعتراض کرده است. بنا به گفته‌های ادوکات الکساندر پاولوف، کارمندان پلیس سید اسرار میرزویف را بازداشت نموده او را مورد لطکوب قرار دادند و مجبورش ساختند که در دادگاه شهادت بر دروغ بدهد که او شهروند تاجیکستان است و بدین وسیله او را از روسیه خارج سازند. اما حمایتگر الکساندر پاولوف میگوید که تا جای برای او معلوم گشته است سید اسرار میرزویف تنها شهروندی روسیه را دارا میباشد و از سال 1993 باز این جانب در روسیه با اهل اویله‌اش به سر میبرد. На руках его паспорт и глядя в него, я понимаю, что передо мной находится гражданин России. И его все коллеги по работе здесь в Самаре подтвердили, что он гражданин России 93 года. Он здесь женился, он здесь уже, извините, у него родились маленькие дети, начальнику прокурора области и, соответственно, руководителю Следственного комитета по Самарской области, поскольку похищение относится к их компетенции. Второй адвокат в Тольятти подает завтра, соответственно, потому что опять выходные, прокурору города Тольятти и, соответственно, центрального района, где находится Мирзоев. Апелляционная жалоба уже была подана в пятницу в Самарский областной суд. То есть фактически мы все, что положено по закону, мы сделали. حمایتگر این نفر سبب چنین واقعه‌های رخ داده را به فعالیت صاحبکاری سید اسرار میرزویف ربط می‌دهد. سید اسرار میرزویف یکی از بزرگترین بازارهای شهر سمارا را اداره می‌کرد و مردم شهر سمارا رهبر جمعیت پیوند را همچون شخص با نفوذ می‌شناختند. Города Самара — это одна из крупнейших, скажем так, производственных баз в нашем городе и в области. Да, Мирзоев там обладал определенным нормальным, в этом смысле, авторитетом. Он, в общем-то, боролся в том числе и с наркоторговлей всеми возможными способами, не пускал их на территорию страны. И отчасти есть информация, что это не то, что ему месть, а, в общем-то, люди убирают того, кто мешает им тащить товарищей, в том числе его земляков. Заплатила несколько миллионов рублей. Мы, правда, не знаем пока кому. Надеемся, что это будет выяснено в ходе проверки, дай бог, возбудит уголовное дело, для того, чтобы его отсюда убрали, выдавили из России. بویف سعید معاون رهبر نمایندگی خدمات مهاجرت تاجیکستان در روسیه هنگام صحبت تلفنی با بخش خبری رادیوی مهاجر راجع قضیه مذکور گفت که از این حالت آگاه است. باید در این مورد از مقامات صلاحیت‌دار سمارا به کنسولگری گنرالی تاجیکستان در اروپا مکتوب رسمی عاید بازداشت سید اسرار میرزویف وارد گردد. جهت معاین‌سازی منبع‌های حالت‌های جای داشته در قضیه از کنسولگری گنرالی تاجیکستان در اروپا و سفارت تاجیکستان در مسکو معلومات در دست نداریم. با رسیدن اطلاع تازه در این قضیه شرح موضوع را ادامه خواهیم داد.
نشر خبری رو مستقیما روی موج رادیو مهاجر میشنوید. به موضوع دیگر میگذاریم. بخش کشاورزی در روسیه نارسایی قوه کاری مهاجران را از سر میگذراند. در این مورد ضمن جلسه استودیو فوری در وزارت کشاورزی خبر دادند. مهاجران مهنتی در بخش کشاورزی روسیه اساساً به کارهای موسمی کشت و کار و جمع آوری حاصل مشغولند. در سال 2020 صرف نظر از آنکه بسیار کارگران خارجی روسیه را ترک کردند، کارهای کشاورزی با موفقیت به انجام رسیدند، گفتند در وزارت کشاورزی روسیه. در این وزارت به رسانه‌ها همچنین اطلاع دادند که نارسایی قوه کاری مهاجران مهنتی را در میدان‌های کشت این کشور و قانداری حاصل با جلب قسمی از شهروندان روسیه و دانشجویان دانشگاه‌های کشاورزی جبران کردند. همان نمایندگان وزارت کشاورزی روسیه گفتند که نگاه داشتن دینامیکای رشد ساحه کشاورزی بدون مهاجران مهنتی غیر امکان است. احتیاجات به کارگران خارجی را ولایت‌های استراخان، سوردلوفسک، اورنبورگ، چلیابینسک، سامارا، ساراتوف، لنینگراد، ایوانوو و ولگاگراد از همه زیاد در بخش کشاورزی احساس می‌کنند. طبق معلومات وزارت کشاورزی روسیه، این منطقه‌ها در تمام دوره کاری موسمی در سال 2021 به 39,000 کارگر خارجی نیاز دارند. در آینده نزدیک وزارت تصمیم گرفته است که در ساحه ذخیره‌های مهنتی تحلیل مفصل گذرانیده پیشنهادات خود را به حکومت روسیه ارائه سازد. یادآور می‌شویم که قبلا نمایندگان بخش ساختمان در باره نارسایی نیروی کاری اظهار کرده بودند. وزارت ساختمان روسیه به حکومت این کشور پیشنهاد کرد که شرایط ورود برای خارجیانی که متشکلانه به ساختمان‌ها جلب می‌شوند ساده کرده شود. از سبب خروج مهاجران مهنتی، نرسیدن کادرها از جمله در ساحه خدمت‌رسانی و خوراک عمومی در برابر بخش‌های ساختمان و کشاورزی نیز به نظر می‌رسند. رساله دیپلم طریق آنلاین به دانشجویان خارجی دانشگاه‌های روسیه که به این کشور بنا به بسته بودن سرحدها وارد شدن نمی‌توانند امکان دفاع فاصله‌ای دیپلم اجازه داده می‌شود، گفته است وزیر علم و تحصیلات عالی فدراسیون روسیه والری فالکوف. اما با اندیشه وزیر این یک پدیده عمومی نخواهد بود و تنها به آن خارجیانی که چنین اجازه داده می‌شود که بیرون از روسیه قرار دارند و بسته بودن مرزها بنا به سبب پاندمی مانع ورود آنها به روسیه گردیده است. وزیر علم و تحصیلات عالی روسیه اعلام کرده است که مؤسسه‌های عالی باید به شرایط ضروری را برای حمایت دیپلم دانشجویان خارجی طریق فاصله‌ای فراهم آورند. همچنین والری فالکوف تاکید کرده است آن دانشجویان خارجی که حالا بیرون از روسیه قرار دارند می‌توانند درس‌ها را طریق فاصله‌ای ادامه دهند. اینچنین علاوه کرده شده است که قریب 65% دانشجویان و زیاده از 40% دانشگاه‌های روسیه به فرمت تحصیلات فاصله‌ای گذرانیده شده‌اند. کار در این روند تقریباً در نصف منطقه‌های روسیه برآورده شده است. قبلا وزارت علم و تحصیلات عالی روسیه وعده داده بود که در مابین کرونا ویروس چاره‌های علاوه‌ای دستگیری اجتماعی برای دانشجویان دانشگاه‌های فدراسیون روسیه را اندیشه تحلیل می‌کند. تحولات این ساعت تاجیکستان و جهان را شما مستقیما روی موج رادیو مهاجر میشنوید. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین وعده داد که با رهبران دیگر کشورها وضع کمبود مهاجران کاری را در روسیه بررسی میکند. ما باید این مسئله را محاکمه کنیم و من این را با رهبران آن کشورهایی که مهاجران مهنتیشان به روسیه میآیند محاکمه میکنم تا در روش‌های بی‌خطری مهاجران مهنتی و تامین بخش‌های اساسی اقتصادات روسیه با مهاجران مهنتی نتیجه‌های نظررس به دست آوریم، گفته است پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین. بیشتر از این معاون رئیس حکومت روسیه مراد خوسنوری نزد ولادیمیر پوتین درخواست کرد که مسئله نارسایی نیروی کاری در بخش ساختمان را بررسی کند. با گفته وی که بنا به وضع پاندمی کرونا ویروس در نیم ساله اول سال در روسیه کاهش به استفاده دادن منزل‌های اقامتی تقریبا 10% به مشاهده رسیده است. بیشتر از این وزارت کارهای داخلی روسیه اطلاع داد که امسال قوه کاری خارجی در منطقه‌های گوناگون روسیه از 20 تا 50% کاهش یافته است. تا اول ماه نوامبر در روسیه تقریبا 1,800,000 مهاجران فعالیت مهنتی انجام دادند که سال گذشته این شماره به 2.35 میلیون نفر برابر بود. در این ساعت شما مستقیما خبرهای تاجیکستان و جهان را شنیدید. سلامت باشید. در ساعت‌های بعدی انتظار خبرهای تازه در روی موج رادیو مهاجر بمانید.